سلام دوستان عزیز، به کانال دنیای داستان خوش اومدید. با یه داستان واقعی و آموزنده در خدمت شما هستم. یادآور میشم این داستان بنا به گفته فرستنده واقعی بوده و اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. قضاوت واقعی بودن یا نبودن این ماجراها به عهده شما دوستان عزیز. من از در میرم بالا و در رو باز میکنم که حداقل امشب تا صبح به جای کوچه تو حیاط بمونیم. سرم رو به علامت تایید تکون دادم. ارسلان از در رفت بالا و من نالیدم. چرا اونقدر بیرحمی مادر؟ زیر دلم تیری کشید و بچه تکون خورد. در با صدای تق باز شد. ارسلان اومد زیر بغلم و گرفت و کمکم کرد که بلند بشم. رفتیم توی صبحونه خوری نشستیم. در سالن قفل بود و هیچ راهی نداشتیم. با وجود اینکه حالم خیلی بد بود و دلم لک میزد برای رخت خوابم، اما بازم موندن توی اون شرایط رو به خونه فروتن ترجیح میدادم. شب خوبی نبود. مثل بقیه شبای بد زندگیم تمام نمیشد و کش میومد. هوا شرجی بود و گرمم شده بود. روسریمو در آوردم و تا کردم گذاشتم روی بند لباسی. دکمه‌های مانتو باز کردم. شقیقه‌هام زیر گلوم خیس عرق بود. ارسلان گفت بذار در بزنم. دلش از سنگ که نیست، بفهمه ما تو حیاتیم در رو برامون باز میکنه. گفتم برات متاسفم ارسلان. چطور به خودت اجازه میدی این رفتارا رو ببینی و تحمل کنی؟ چطور دلم رو بهت خوش کنم؟ تا کی میخوای با امید مامانم بشینی؟ اون اگه میخواست تو رو بفرسته قطر که تا حالا فرستاده بود. نفسم بالا نمی اومد. حس می کردم یک پلاستیک کلفت پهن کرده روی کل شهر. همینقدر هوا خفه و گرم بود. ارسلان گفت میرم دنبال کار. هر طور شده از این وضعیت نجاتت میدم. پوزخندی زدم و همونطور که با انگشت اشاره و شستم یقه لباسم رو گرفته بودم و تکون میدادم بلکه خنک بشم، گفتم از این حرفا زیاد زدی. این آخرین حرفی بود که اون شب بین من و ارسلان رد و بدل شد. تا 6 صبح روز بعد توی حیاط موندیم. من روسریمو پهن کردم روی زمین، سرمو گذاشتم روی دستم و به بیچارگی خوابیدم. صبح با صدای چرخیدن کلید توی قفل در از جا پریدم. مادرم بود. یک نگاه بهم کرد و در رو باز گذاشت و بی اهمیت رفت داخل. این یعنی بیا داخل، ولی هنوز قهر ادامه داره. دیگه واقعا نه تحمل گرسنگی رو داشتم نه در به دری. رفتم داخل و دست انداختم دور گردن مادرم. خواست قفل دستم و دور گردنش باز کنه. با التماس و گریه گفتم مامان غلط کردم. مامان تو رو خدا ببخش. مامان. اونقدر گفتم و گریه کردم که گفت هرچند که بی‌لیاقتی ولی این دفعه هم میبخشمت. وقتی آشتی میکردیم در رحمت برون باز میشد. انگار میخواست جبران کنه. همه چی برام میخرید. با ارسلانم گرم میشد. ولی چه فایده؟ این اخلاقش هیچ ثباتی نداشت و هر چقدر من دست به عصا راه میرفتم بازم دنبال بهونه میگشت و دوباره قهر و دوباره همون بیچارگی ها. بارداری دومم درست برعکس بارداری اولم از همون اوایل تحت نظر پزشک بودم. حساس و دقیق تمام حرکت‌های بچه رو دنبال می‌کردم. اگه یکم حرکت بچه کم می‌شد نمی‌فهمیدم چطور خودم رو به مطب دکتر برسونم. آخرین سونوگرافی که انجام دادم بهم گفت مبارکه، یک گیسکولوبتون داری، سالم و شیطون. ارسلان نبود. با مادرم رفته بودیم. عاشق دختر بودم. چشمامو بستم و تصور کردم که موهاشو خرگوشی ببندم و یه دامن کوتاه پاش کنم و یه جوراب لبتور. نیومده دلم براش ضعف رفت. بعدها توی خلوتمون بهش گفتم مامانی بهت قول میدم برات مادر بشم. مثل چشمام ازت مراقبت میکنم. هر اتفاقی که افتاد، حتی اگه یه دنیا هم زیر و رو بشه، حتی اگه جونمم بخوان میدم، اما نمیذارم یه روزم تو سختی بکشی. چشمام ازت مراقبت میکنم.
تو فقط بمون و همدمم باش. همین. مادرم هم همون روز به محض اینکه وقت فهمید دختر دارم با هم رفتیم طلا فروشی و یه جو فلنگو برای دخترم خرید و به همه هم خبر داد. گوشی تلفن رو برداشت و به لیلی و لیدا و خاطره و زری خانم و در و همسایه خبر داد که خورشید دختر داره. منم برای چشم روشنی برای بچهش علنگو خریدم. دیگه همه تقریبا مادرم رو میشناختن و برای اینکه قلبش آروم بگیره و خوشحال و راضی باشه تا میتونستن ازش تعریف میکردن. دستت درد نکنه اسمت خانم. انشالله خدا سایه شما رو از سرشون کم نکنه. ماشالله که چقدر شما دستتون به خیر میره و به قول خاطره بیرونش مردم رو کشته بود و داخلش خودمونو. چقدر عذابم داد اون روزها. نمیتونستم دم بزنم. فقط تحمل میکردم و سرمو مینداختم پایین و منتظر میموندم که خودشو خالی کنه. اما آروم نمیشد. اونقدر میگفت و میگفت که صبرم لبریز میشد. اشکم در میومد و با اولین اعتراضم دوباره قهر و دوباره دردسر. تا جایی که میتونستم خونه فروتن نمیرفتم. اما گاهی گرسنگی عمونم رو میبرید. چاره‌ای برام نمیذاشت. حتی وقتایی که میخوابیدم هم به هم رحم نمیکرد و کوله رو خاموش میکرد. بدنم گر میگرفت از گرما. به نفس نفس میافتادم. آب به صورتم میزدم. با یه تکه کارتون یا بشقاب خودم رو باد میزدم. ولی فایده نداشت. با ترس میرفتم کوله رو روشن میکردم. دوباره خاموشش میکرد و میرفت فیوز برق رو کلن میزد که دیگه نتونم کوله رو روشن کنم. ارسلان دیگه نتونست تحمل کنه. انگار که اون روزها حساسیتش نسبت به من بیشتر شده بود. 7 ماهه بودم که یک شب گفت اگه من برم یه شهر دیگه کار کنم اذیت نمیشی؟ پیشنهادش خیلی ناگهانی و غیر منتظره بود. گفتم کجا میخوای بری؟ نرم و آهسته گفت چه فرقی میکنه؟ یه جایی که بتونم یه زندگی ساده ولی راحت برای تو و دخترم فراهم کنم. با تعجب گفتم خودتی ارسلان؟ ولی بعد سریع خودم رو جمع کردم. با لحن غریبه‌ای که با غریبه‌ای دیگه صحبت میکنه گفتم چه کارت دارم؟ برو. سرم رو بالا گرفته بودم و منتظر عکس‌العملش بودم. اون هم به چشمام نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. گفتم اگه حرفی نداری بخوابم. خوابم میاد. مستحصل و درمونده گفت دارم تاوان پس میدم خورشید. ناجوانمردی کردم. به خدا که من بیشتر از تو دارم رنج میکشم. میدونم گناهکارم. طمع کردم. زندگی تو خراب کردم. بچگی کردم. با هم کنار بیا. دوستم داشته باش. به خاطر دخترمون. پوزخند زدم و گفتم از داداشت اجازه گرفتی و میخوای بری سر کار؟ یه وقت ناراحت نشه که نقشه نقشه براب کردی. خبر داری که مامانم میخواد بره شکایت کنه. قطرم که نفرستادت. میبینی که قولشم قول نیست. یه روز خوبه 10 روز. بوفی کشیدم و به ارسلان که تنگ دلم نشسته بود گفتم برو کنار نصف شبی خوابمو نگیر. حرصش گرفت و گفت اصلا همشون به درک. همون یه دفعه هم که اختیار زندگیمو سپردم دستشون اشتباه کردم. غلط کردم. من تو رو میخوام خورشید. فقط تو. گفتم ولی من تو رو نمیخوام. از همون اولم نمیخواستم. اینو 100 دفعه گفتم. مادرم بود که منو به زور به تو داد. به اجبار زنت شدم. مثل تو که به اجبار شوهرم شدی. با دهن باز به هم خیره شد و مظلومانه گفت اگه برم سر کارو برات خونه جدا بگیرم چی؟ منو میبخشی؟ نگاه دزدانه و خیرش توی اون مدت بهم فهمونده بود که ارسلان قبل نیست و قبل از اینکه بخواد اعتراف کنه میدونستم دلش چی میگه. جوابشو ندادم. اصلا دیگه نمیدونستم چی باید بگم. گفت میدونم بد کردم اما به خدا که پشیمونم. من کم کم تو رو شناختم. برخلاف انتظارم تو خیلی آروم و مظلومی و کم توقع. کنارت حالم خوبه. آرامش دارم. با وجود اینکه همیشه تنفر تو چشمات موج میزنه اما من
من عاشق حالت نگاهتم. دلم آتیش گرفت اما خندیدم و بین خنده اشک ریختم. گفتم فکر نمی کنی بر این حرفا خیلی دیر شده؟ تو منو توی معامله به دست آوردی. یادت رفته؟ گریه‌اش گرفت و گفت غلط کردم. به خدا اگه منو ببخشی دنیا رو به پات میریزم. با بی‌اعتنایی گفتم به پای داداشت بریز که یک وقت اینش گردنت نمونه. دراز کشیدم و پشتم رو بهش کردم. بغض توی کلون گره خورد ولی برنگشتم سمتش. هرچند که دلم براش میسوخت ولی برای خودم بیشتر کباب بود. کنارم دراز کشید و دست گذاشت روی بازوم. گفت من پس فردا دارم میرم خورشید. داشت میرفت. واقعا کار پیدا کرده بود. تا اون لحظه فکر میکردم داره خیال پردازی میکنه. گفت ماهی یک بار بهت سر میزنم و دیگه از این به بعد خودم خرجتو میدم. دلم سوخت که هنوز منو نشناخته بود و دم از عاشقی میزد. فکر میکرد منم مثل مادرم پولکی هستم. گفت نمیخوای بدونی کجا میرم؟ کارم چیه؟ کدوم شهر؟ دستمو تکون دادم و دستش از روی بازوم سر خورد پایین. گفتم هر جا میری به سلامت. گفت یعنی دلت برام تنگ نمیشه؟ دلم تنگ میشد. مگه اینکه خل باشم و بیعقل. اگه میشد چی؟ گفتم به خودم مربوطه. حرفم امیدوارش کرد. گفت آقا فریدون گفت اگه بخوای میتونی خورشیدم با خودت بیاری خونه ما که نگرانش نباشی و دل به کار بدی. اسم فریدون که اومد انگار برق بهم وصل شد. سیخ نشستم و گفتم مگه تو میخوای چیکار کنی؟ گفت چت شد یک دفعه؟ گفتم داری میری پیش فریدون؟ روی پهلو خوابید و دستشو ستون کرد زیر سرش و بیخیال گفت آره دارم میرم داراب تو مغازش کار کنم. گفتم نه نمیخوام بری. ای شیطون سختت میشه ازت دورشم. پشت چشم نازک کردم و گفتم به خودت نگیر. بدم میاد نونخور فریدون شی. ارسلان گفت اون که نمیخواد بهم صدقه بده. براش کار میکنم مزدمو میگیرم. ببینم نکنه چیزی پیش اومده. کسی حرفی زده. تو از همه چی خبر داشتی و به روی خودت نمی آوردی؟ سعی کردم خودم رو بیخیال نشون بدم. شونه بالا انداختم و گفتم نه چه حرفی. هر جا دلت خواست برو. دراز کشیدم و پشت بهش کردم ولی دل تو دلم نبود. حتما اینم لقمه‌ای بود که مادرم برای ارسلان گرفته بود. دلم نمیخواست پای فریدون به زندگیم باز شه و راه فراری هم نداشتم. هر موقع ازش حرف میزدم بعد از این همه سال در حد مرگ ترس توی دلم مینشست و حس میکردم همه از چشمام میخونن که اون لعنتی چه بلایی به سرم آورده. ارسلان هم دیگه پیگیر نشد و 2 روز بعد توی یه ساک کوچیک چند دست لباس گذاشت و راهی شد. حتی زیر قرآنم ردش نکردم. مادرم این کار رو انجام داد. لحظه رفتن ساکش رو دست به دست کرد و گفت کاش این دوری یکم فایده داشته باشه. کاش غرورتو کنار بذاری و بدونی من شوهرتم نه دشمنت. سرمو انداختم پایین. آروم گفت کنارم باش خورشید نه روبروم. دستشو دراز کرد و برای اولین بار گذاشت روی شکمم. اینی کشیدم و همزمان بچه زیر دستش مثل ماهی حرکت کرد. بعد از این همه مدت اولین بار بود که داشت بچه خودش رو لمس میکرد. گفت چقدر تو سنگدلی که این همه مدت این لذت رو ازم دریغ کردی. دستشو پس زدم و گفتم به سلامت و بعد رفتم داخل خونه. خودمم از رفتارم ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم. چرا دلم باهاش صاف نمیشد؟ چرا حالا که قرار بود پدر بچم بشه هیچ تغییری توی علاقم به وجود نمی اومد؟ چرا میگفتن بذار یه بچه بیاد مهرش به دلت میشینه؟ پس چی شد؟ ارسلان که رفت. رفتار مادرم هم بهتر شد و بیشتر هوای منو داشت. خودمم راحت تر بودم. شوخ و شنگ بودم و انگار رو هوا راه میرفتم.
بعضی از روزها میرفتم پیاده روی. توی کوچه به دخترای کوچیک خیره میشدم و دلم ضعف میرفت که یه روز دختر خودمم دنیا بیاد و دستشو بگیرم و تا تیک و نومن براش ضعف کنم. رویایی که ارسلان هیچ نقشی توی شیرین بودنش نداشت. تقریبا یه ماه از رفتن ارسلان میگذشت و اون شب من و مادرم توی خونه تنها بودیم. از غروب دلم گرفته بود و کسل بودم. برای اولین بار توی اون مدت حس میکردم خونه رو غم برداشته و دلم گرفته. مادرم سفره رو پهن کرد. عدس پلو داشتیم. یه کفگیر برنج کشیدم و هنوز قاشق اول رو نخورده بودم. دیدم مادرم زل زده به چشمام. قاشق به دست میون زمین و هوا خیره مونده بود که گفت خورشید. گفتم بله. گفت امروز دلم همش آشوب بود. قاشق رو توی بشقاب گذاشتم و گفتم منم همینطور. خیر باشه انشالله. غذا نخورده کنار کشید و یه نخ سیگار آتیش زد. هنوز سیگارش به نیمه نرسیده بود که تلفن خونه زنگ خورد. رفت گوشی رو برداشت. صدای جیغ و گریه زنی رو از پشت گوشی میشنیدم. هلو دستباشچه گفتم کیه مامان چی شده؟ مادرم با یه دستش گوشی رو گرفته بود و همونطور که سیگار لابلای انگشتشون یکی دستش بود زد فرق سرش. خاکستر سیگار ریخت روی موژه و صورتش. منم به گریه افتادم. گفتم مامان بگو چی شده؟ گفت میخواستی چی بشه؟ اسماعیل مرد. لیدا بیوه شد. بدبخت شد. سیاه بخت شد. مثل خودم شد. وای وای. هینی کشیدم و دستم و گذاشتم جلوی دهنم و با گریه گفتم یا فاطمه زهرا. اسماعیل شوهر لیدا توی جاده تصادف کرده بود و همون لحظه تمام کرده بود. تمام دلخوشیم این بود که لیدا خوشبخت شده و یه شوهر خوب داره که اونم بیوه شد. اون شب تا صبح برای بخت سیاه خودم و 3 خواهرام اشک ریختم. از خدا گلایه کردم بدون اینکه بدونم با مرگ اسماعیل چه اتفاقایی تو زندگی میفته. لیدا بدون بچه هاش برگشت ایران. خانواده شوهرش بچه ها رو نداده بودن. لیدا بعد از یک عالمه جنگ درونی با خودش به این نتیجه رسیده بود که بچه هاش با امکاناتی که اونجا در اختیار دارن خیلی میتونن خوشبخت‌تر باشن تا کنار لیدا که حالا تنها و سرگردون اومده بود که برای همیشه ایران زندگی کنه. مادرم یکی از اتاقها رو برای لیدا آماده کرد. روزای بیقراری لیدا و دلتنگیاش روزای خوبی نبودن. خواهری که همیشه توی اوج بود، مرتب و آراسته با لباسهای شیک و گرون، حالا حتی حوصله نداشت موهاشو هم شونه بزنه. تحمل تنهایی لیدا برای منم سخت بود. جای خالی خنده ها و نگاه صبور اسماعیل، آغوش خالی از وجود امیر توپلی که مثل بچه گربه ها خودش رو لوس میکرد و به لیدا میچسبید، بد جوری توی ذوق میزد. مادرم خیلی مراعات حال و احوالش رو میکرد. اکثر بعد از ظهرها خاطره میومد و چای دم میکرد. مادرم بیسکویت کشمشی که لیدا دوست داشت میخرید و دور هم میشستیم و حرف میزدیم. اما لیدا فقط اشک میریخت و دلتنگ و نگران بچه هاش بود. نمیتونست با این موضوع کنار بیاد که دیگه بچه هاش و شوهرش رو کنارش نداره. اونقدر اون روزا درگیر لیدا بودیم که نفهمیدم چطور پا به 9 ماه گذاشتم. به خاطر بارداری قبلی به شدت روی حرکت بچه حساس بودم تا اینکه یه روز حس کردم حرکت بچه کم شده. خیلی زود رفتم پیش دکترم و چون سابقه اون اتفاقو داشتم دکتر گفت برو خونه وسایلتو آماده کن و خیلی زود برو بیمارستان. ساک بچه رو خیلی وقت بود آماده کرده بودم. رفتم یک دوش گرفتم و اومدم بیرون. مادرم گفت به ارسلان خبر دادی؟ از اون لحظه که فهمیده بودم موعد زایمانم رسیده فقط به ارسلان فکر میکردم. حس عجیبی داشتم. یکی انگار میگفت ارسلان باید باشه. ارسلان پدر بچه توه. مگه میشه که نباشه؟ صدای ارسلان رو توی گوشم پیچید.
چقدر تو سنگدلی که این همه مدت این لذت رو ازم دریغ کردی. حوله رو پیچیده بودم دور موهای خیسم و قطره قطره آب از یه دسته از موهام که از حوله بیرون زده بود چکه میکرد روی گردنم. بی توجه به خیسی گردن و پشت لباسم گوشی تلفن رو برداشتم و زنگ زدم مغازه. خدا خدا میکردم که فریدون گوشی رو بر نداره که صدای ارسلان توی گوشی پیچید. الو؟ گفتم الو ارسلان. صدامو که شنید ترسید. سابقه نداشت من زنگ بزنم. همیشه اون بود که حالمو میپرسید. ارسلان گفت اتفاقی افتاده؟ تو خوبی؟ بچه خوبه؟ گفتم نگران نباش، همه خوبیم. نفسشو آسوده داد بیرون. گفت الهی شکر. گفتم دکتر گفته بچه باید به دنیا بیاد. ارسلان دوباره صداش رنگ نگرانی گرفت. گفت چرا؟ مگه چیزی شده؟ گفتم نه. گفتم که همه چی خوبه، ولی نمیخوان که مشکلی پیش بیاد چون یکم حرکت بچه کم شده. دارم با مامان و خاطره میرم بیمارستان. دلم میخواست بگم تو هم زود بیا. نمیدونم چرا فکر میکنم اگه تو باشی همه چیز راحت تر پیش میره. امنیت دارم. جالب بود. اینم یه نوع دیوونگی بود. کسی رو که ازش متنفر بودم یک دفعه تمام وجودم برای رسیدن به آرامش اونو طلب میکرد. ولی غرورم اجازه نداد از هیچ کدوم از احساسام حرف بزنم. ارسلان گفت باشه من الان راه میفتم. مراقب خودت و اون خانم کوچولی بابا باش. از حرفش خوشم اومد. لبخند زدم و لبم و آروم گاز گرفتم. چقدر خوب که ارسلان داشت می اومد. مادرم آژانس گرفت و من توی مسیر فقط به این فکر می کردم که این چه حسیه که اومده بود سراغم. هیجان، وابستگی، عادت، ترس، استرس، چی بود؟ هر چی بود عشق و دوست داشتن نبود. اینو مطمئن بودم. دوباره سوزن فشار و دوباره انتظار و دوباره دلشوره و دوباره ترس. هنوز دردم شروع نشده بود، اما چشمامو بسته بودم و دعا میخوندم. هرچی که بلد بودم. هیچ وقت نشده بود برای داشتن کسی اونقدر نگران باشم و محتاج دعا. نمیدونستم باید چی بخونم. باید چطور از خدا بخوام دخترمو حفظ کنه. دیگه طاقت نداشتم. خیلی تا اون لحظه از زندگیم درد کشیده بودم. مطمئن بودم اگه کوچکترین خطایی دخترمو دنبال کنه حتما کم می آوردم. بند ناف دور گردن بچه گره خورده بود و دکتر گفت سریع منتقلم کنن اتاق عمل. وقتایی که فکر میکردم این دفعه واقعا کم میارم و تحمل ندارم، درد و بلا بیشتر بر سرم نازل میشد و سرسختیم رو به رخم میکشید. ترس از اتاق عمل و از دست دادن دخترم نفسم رو بند آورده بود. سبز پوش اتاق عمل شدم. رنگ سبز همیشه زیبا بود، منبع امید، اما اون لحظه فقط حامی استرس من شد. مرتب یک کلمه توی ذهنم جولان میداد: مرگ. منو خوابوندن روی تخت. ارسلان و مادرم اومدن کنارم. ارسلان دستمو گرفت. دستشو محکم گرفتم. انگار تمام پناهگاهم تو اون لحظات، تمام تکیه‌گاهم بین دستای ارسلان خلاصه میشد. بغضم شکست. گفتم من میترسم ارسلان. ارسلان دستمو فشار داد بین دستش. اطمینان داد، امید داد. حالا به جز مرگ کرسوی امید توی دلم میدرخشید. انگار که وسط یک دشت لخت و بی انتها یه راه نجات پیدا کرده بودم. گفت تو داری میری که دست گلمون رو دنیا بیاری. من دنیا رو بدون تو اون خانم کوچولو نمیخوام. تو حالا باید منو دق بدی. بین گریه خندیدم. خم شد و کنار گوشم گفت نمیخوای اول از همه به من بگی چه اسمی انتخاب کردی؟ ارسلان از همون اول گفته بود اسم دخترمون رو من باید انتخاب کنم و من برعکس محمد به هیچ کس اسمشو نگفتم، حتی ارسلان. منم به تبعیت از خودش آروم در گوشش گفتم ساحل. ساحلم باید می اومد که قرار قلب بیقرار مادرش بشه، که آرامش تلاطم و طوفان دریای زندگی من و ارسلان بشه. ساحلم باید می اومد. تختم و هل دادم.
چرخهای زیر تخت روی سرامیک‌های کف بیمارستان به حرکت در اومدن. تا آخرین لحظه دستم توی دست ارسلان بود. با وحشت به در و دیوار اتاق عمل نگاه می‌کردم. دکتر اومد بالای سرم و گفت چه مامان کوچولویی؟ به زور و فقط برای اینکه بی‌ادبی نشه لبم به لبخند کش اومد. گفت اسمت چیه؟ گفتم خورشید. ابروهاشو انداخت بالا و گفت چه اسم زیبایی، مثل خودت. جنسیت بچه رو میدونی؟ گفتم آره، دختره. گفت اسم براش انتخاب کردی؟ گفتم ساحل. گفت چقدر عالی و خوش سلیقه. یه نفر دیگه یه ماسک گذاشت جلوی دهنم. یه نفس عمیق بکش. گفتم من میترسم. اگه به هوش نیومدم، اگه دخترمو ندیدم. دکتر گفت به این فکر کن وقتی به هوش اومدی دخترت تو آغوشته. حالا یه نفس عمیق بکش عزیزم. راستی دوست داری دخترت شبیه خودت باشه یا پدرش؟ نفس عمیق کشیدم. شبیه من یا ارسلان؟ دخترم شبیه کدوم یکیمون میشد؟ دوباره نفس عمیق و یه آرامش عجیب و بیخبری از کل جهان. دوستان عزیز، امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. دوستان عزیزم، لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید تا در بهتر شدن کیفیت کانال کمکم کرده باشید. لطفاً کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا از داستان‌های جدید با خبر بشید. در پایان ازتون تقاضا دارم اگر از شنیدن داستان لذت بردین لطفاً لایک و شیر فراموش نشه. با سپاس فراوان از شما عزیزان.